جمعه های جنوب و دبی یعنی بوی ماهی و دوره. میخوای بدونی چرا ماهی های خونه ما خوشمزه است؟ آخر کلیپ میگم. فعلا بریم سراغ پختش. اول از همه حشو رو درست میکنیم. تمر رو با آب ولرم حل میکنیم و هسته هاشو با دست در میاریم. پیاز، سیر و فلفل رو هم خرد کرده توی روغن با زردچوبه تفت میدیم تا سبک شه. بعد گوجه خرد شده یه کوچولو رب میزنم، خوب تفت میدم تا بوی خامی رب بره. بعدم سبزی رو اضافه میکنم. ادویه، زردچوبه، فلفل قرمز و نمک کافیه. و در نهایت سس تمر رو که حل کردیم میریزیم روش و میذاریم خوب قوام بیاد. حالا بریم سراغ ماهی. اگه میخواید طعم واقعی ماهی رو حس کنی فقط با نمک، زردچوبه و فلفل قرمز مزه دارش کن. ماهی که من استفاده کردم جش و شعریه که برای سرخ کردن حرف نداره. یه مهمون یهویی برام اومد، یه ماهی اضافه انداختم تو روغن. موقع سرخ کردن حتما دقت کن قسمت سینه ماهی خوب سرخ بشه. راز خوشمزگی ماهی اینجاست. وقتی هر دو طرف ماهی سرخ شد بذاریدش توی آبکش تا روغن اضافهش بره. این مرحله رو از دست ندید. بعد از اون یه کوچولو از روغن ماهی رو برمی‌دارم و میریزم روی چلو. واقعا خوشمزه میشه. اگه حشو دوست ندارین این سس گوجه یه جایگزین عالیه. توی همون مایتابه گوجه، سیر و فلفل سبز رو تفت میدم. فقط دقت کن فلفل نباید چون میترکه. این نکته رو از رنا گلی داشته باش. سوختگی که ایجاد میکنه واقعا غیر قابل جبرانه و خیلی 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 خطرناکه. قبل از که بندازی توی روغن یه برش ریز روش بنداز. میدونی اگه اون فلفل ترکیده بود تمام چشمتو دستات با روغنش میسوخت و سوختگیش حالا خوب نمیشد. و حتی اگه سوختگی هم ایجاد نکنه یه گازی توی هوا پخش میشد که چشات تا چندین ساعت میسوخت. بعد که گوجمون سرخ شد آب لیمو اضافه میکنیم میذاریم خوب جا بیفته. حالا ماهی و برنج بدون ترشی پیاز که اصلا نمیشه و اینم از سفره دلانگیز جنوبی ما.